لیسه مریم شهر کابل. یه هضمه کرده شاید خودتون زیادتر بلد باشین. یک بزرگترین فروشگاه و مرکز خرید در خیرخانه کابل، البته از لباس پوشاکی چیزا و ظروف خانه و این وسایل خوراکی زیادتر میگه. وسایل یکی یادتون به فروشگاه ایرانی ها بود در این نفش لیسه مریم بود، در خشتوختی دیگه او باز بیخی یک فروشگاه خوش بود، محصولات اصل ایرانی را داشت، اصل ایرانی و خارجی را دیگه. باز مردم بسیار زیاد خرید میکردن و متاسفانه بعدا نمیفهم که چی شد. این رستوران برگ دوستان عزیز و اینجا مینوی غذایی کبابش هست. البته اینجا ظرفایش هست و اینجا داخل دیگه کباب پزیایش دیگه. این طرف سلام و درود خدمت شما دوستان نهایت گرامی. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز این منطقه که خشتوختیست میگن که شب گذشته ویدیوش دیدین و این جگه که ما هم دور خوردیم این منطقه را اینجا را میگن لیسه مریم شهر کابل. یه هضمه کرده شاید خودتون زیادتر بلد باشین. یک بزرگترین فروشگاه و مرکز خرید در خیرخانه کابل، البته از لباس پوشاکی چیزا و ظروف خانه و این وسایل خوراکی زیادتر میگه. وسایل خوراکی بازارش سرای شمالی است. از این چیزا دوستان عزیز این بزرگترین بازار است. بیاین که پیاده رو شما بریم کم کم دوستان عزیز. این که پیاده رو چی گپاسی تر دوستان عزیز زیادتر پرچ فروشی ها و کمپل فروشی است دیگه. بر فعلا چون زمستان است کمپل و چیزا میفروشند دیگه. کمپل های بسیار زیبا و خوبش دوستان است. پیاده رو بسیار بیربار است دوستان عزیز. اما از راه بغل سرک پارکینگ موترها که بریم بسیار خوب میشه به نظرم، چون هم قدر جنجال برانگیز نیست و هم بنابر مسائل دیگر باید از هم میرا بریم. دوستان عزیز اینی مرکز تجارتی مرمر هست، اون طرفتر باز مرکز تجارتی طلا هست که بزرگترین ساختمان ها و مراکز تجارتی در لیسه مریم همین دو دانه است. دیگهش پشت درخت هست و قدر معلوم نمیشه باش کسی پیاده رو از هر یک طرف دور بخورین دوستان عزیز میبینین چه. اونو مرکز طلا هست دوستان عزیز که پیشتر بریم و درسته رو واضح تر ببینیم. مرکز تجارتی مرمر و طلا. Paine pa maton mekuna. Kosi bitte paine pa bitte so keren meton. طرفم دوستان عزیز نبشش طلا فروشی ها هست بسیار زیاد و باز بالاتر شاید مراکز خرید مثل کالا و لباس و چیزا هم باشه. این دوستان از فرجگاه 88 یادش بخیر سابق که بود اینجا زیاد می آمدیم. خودم شخصا شما خاطرهایتان دوستان عزیز بگوین، یگان آقا میگم به خاطر از اینکه شما بگوین خاطرهایتان دوستان از این بازار لیسه مریم که دیگه همگی ما ازش حتما خاطره داریم. می آمدیم دوستان عزیز فروشگاه 88 بسیار چیزای خوبش داشت. قیمتایشون هم فقط 88 افغانی به هر جنس دیگه. واقعا بسیار خوبش بود. باز تو جدا بخش داشت. یکی بود دوستان عزیز یکی یادتون به فروشگاه ایرانی ها بود در این نفش لیسه مریم بود، در خشتوختی دیگه. او باز بیخی یک فروشگاه خوبش بود،
محصولات اصل ایرانی را داشت، اصل ایرانی و خارجی را دیگه. باز مردم بسیار زیاد از او خرید میکردن و متاسفانه بعدا نمیفهم که چی شد و از بین رفت. اون اگه یادتان هست دیگه دوستان عزیز در همین کامنت ها میشه بنویسین که شما از فروشگاه ایرانی ها و 88 فکر کنم یک تا 95 هم بود، یک سر یک هم بود، 3-4 تا فروشگاه از قسمی بود. تا حالا از اینا خرید داشتین یا نه دوستا؟ این هم دوستان عزیز مرکز تجارتی طلا، دیگه شما مرکز تجارتی کابل هست، در پلوش مرکز تجارتی طلا هست که دیگه خودتان میفهمید طلا که میگن دیگه داخلش هم کلا طلا فروشی هست دوستان عزیز. دیگه این کس پیاده رو برین که براتون نشانش بدم. اینجا بازار از دوستان عزیز پیاده رو و سرک و جای نداره، هر جایی که هر کس قدم زد کراچی مراچی این چیزا فرق نمیکنه. اینجا کلا طلا فروشی هست دوستان. ببینید این دوستان عزیز هنوز مرکز تجارتی کابل است، مرکز تجارتی طلا بیشتر است. رستوران الحیات هم دوستان عزیز مرکز تجارتی طلا هست. این دوستان عزیز مرکز تجارتی طلا هست که کلا داخلش طلا فروشی ها و زرگری ها هستند. این هم دیگه بازار لیسه مریم و پیاده روش. دوستان عزیز من که میبینم پیاده رو وضعیتش خط شده میره و ایمانا که بیربار زیاد میشه، اون بهتر است که همین راه دیگر پیش بگیریم یا بخی بریم اون طرف سرکی طرف سرک دیگه. دوستان عزیز وقت مرکز تجارتی طلا و مرمر آمده بودیم که دیریم شان. تقریبا دوستان عزیز رستوران برگ است که رستوران قدیمی است دیگه. حتی قدیمی یعنی دوستان سالای زیاد میشه فعالیت داره، اما با سطح بسیار بالا و اعلایش بسیار بالا و خوبش منظورم است. برو بیاد که زیاد عجله داریم. خب این رستوران برگ دوستان عزیز و اینجا مینوی غذایی کبابش هست. البته اینجا ظرفایش هست و اینجا داخل دیگه کباب پزیایش. دیگه این طرف هم فیصل از دوستان عزیز که دوباره من ترجمه اینتم از بغل سرک برم پیاده رو بازم میگم که بیربار هست. همین طرف هم بیربار زیاد از دوستان عزیز و بازم از اون طرف کس پیاده رو کرده خوب است. میوه خشک فروشی ها و انواع میوه خشک و هر چیز. خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشد، ویدیو لذت برده باشید. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون. بخوره خاله خودش نبود نگید